پادشاهی پسرش رو میفرسته، 18 سالش میشه و میخواد از کاخ بفرسته بیرون و میگه که برو بر راه و روش زندگی رو تو بعد از این لازمه که بری و مستقل بشی. پسر من توانش رو ندارم، من تا حالا از این کاخ بیرون نرفتم، اصلا انتظار نداشته باش که تنهایی برم بیرون. پادشاه میگه باید بری، تو باید زندگی مستقل رو یاد بگیری، تو باید اصلا زندگی رو زیست کنی، تجربه کنی که من چطوری بعد از خودم این کاخ رو، این منزلت رو به دست تو بسپارم، تو چطوری میتونی این رو مدیریت کنی. آذوقه به پسر میده و یه اسبی رو بهش میده و میگه برو، منتها میری به بارگاه یکی از دوستان عارف من، سلام من رو بهش میرسونی و میگی که من اومدم درس زندگی بگیرم، درس زندگی رو گرفتی، بعد برمیگردی اینجا، اونجاست که من مطمئنم که میتونم تمام مسئولیت این کاخ و قصر رو به تو بسپارم. پسر روزها این راه رو طی میکنه تا به بارگاه اون عارف میرسه. در میزنه که در بزرگی بود، در رو براش باز میکنن و میگه که من اومدم استاد رو ببینم. میگن استاد الان کلاس داره، شاگرد داره و نمیتونه شما رو ببینه، منتظر بمونید تا کلاسش رو منصرف بود از اینکه میخواد اون مرد رو ببینه، انسان جدیدی که خب تا حالا تجربه نکرده بود، مثلا بیرون از اون کار تجربه نکرده بود، آدم‌های جدید. وقتی که میرسه توی باغ و قرار منتظر بمونه، دیگه حواسش به هیچی نیست، تمام استرسش اینه که خب ببینمش چی بگم، چی کار کنم، قرار چی بشه و این سوالاتی که تو ذهنش میاد. چند ساعتی میگذره، بهش میگن که استاد کلاسشون تموم شده، شما میتونید برید خدمت استاد. میره و سلام میکنه که پدر سلام رسوندن به شما. استاد میگه که خب چند وقت منتظرید؟ 2-3 ساعتی هست که تو باغ نشستم. میگه باغ چطور بود؟ گیاها، درخت‌ها، استخر بزرگ، دختران زیبایی که توی باغ هستن، باغ بودن، چطور دیدی اونها رو؟ مثلا واژه‌هاش میمونه و میگه که من اینقدر مضطرب بودم، اینقدر استرس این دیدار رو داشتم که اصلا توجه نکردم به این دیدار. مثلا میگه بس من الان درس شروع نمی‌کنم، برو بیرون یه دوری بزن، باغ رو نگاه کن، بیا برای من تعریف کن که من ببینم که خب تو چی دیدی. داره میره بیرون، یه کاسه بهش میده که تو این کاسه پر روغن،